بچه‌ها خوش اومدید. امروز قراره که دک پکاپیچسمن رو آموزش بدیم، چون من خودم شخصا ندیدم کسی توی یوتیوب دک پکاپیچسمن رو دقیق آموزش بده. گفتم که خودم اولین نفرش باشم. بعد چیز دومی هستش که من حمایتتون خیلی خوشحالم میکنه. حتما سابسکرایب بکنید، حتما دنبال بکنید، ویدیوهای بیشتر و جذابتری میذارم براتون. همچنین بچه‌ها هر لایکی که شما میکنید زندگی یه نفر رو میتونه تغییر بده. خب بیشتر از این حرف نمیزنم، بریم ویدیو رو شروع کنیم. خب حرف میگه موفق باشی. یه ویزارد اینجا میندازه. میدونم کار اشتباهی بود ولی با حرفش گیجم کرد. خب تفنگدارش رو نیاز نیست دفاع بکنیم چون لولش زیاد نیست. با یه ضرب دفاع میشه. بچه اینو هیچ وقت نندازینش، فقط برای دفاع. همین روح سلطنتی برای کار کافیه. پیکار رو همین الان میندازینش چون خیلی ضروریه. هوک ساکل خیلی میتونه آسیب بزنه بهتون. همین الان کماندار رو میندازید و میبینید که همینجوری به برج ضربه میزنه. از این ور حمله میکنید. خیلی بد انداخت کنونشو. یه از برج اولش. خب بچه ها وای میستید دیگه، از قلعاتون فقط دفاع میکنید دیگه، اصلا حمله نباید بکنید. وقتی که اکسیر 2 برابر شد فقط دفاع کنید. الان تا حمله نکرده بذار من پکار بیارم تو دستم، بندیتو میندازم، زپو میندازم. تفنگدارش با یه فایربال دفاع میشه. یه روح سلطنتی کافیه. پکار همین الان میندازی چون مطمئنم مگاشو همین الان هست که بندازه. من از همینجا پشتش یه کماندار میندازم. وای میستم میدونستم. یه جادوگر میندازم، یه زپ هم میندازم برای این و کامل دفاع شد. بچه ها درست دکتون دک قویه ولی حتما نباید 3 تا برجشو بگیرید. خب بچه های از مچ اول بود. مچ اول اتفاق زیاد خاصی نیفتاد و دک خاصی جلومون نیفتاد. یه دک دستساز بود. این مچ امیدوارم که یه دک خوب بیفته جلومون تا بتونم آموزش‌های بهتری بدم. خب پکاتو دستم نیست. روی سلطنتی از پشت میندازم. همین الان اینو میندازمش. خب آها خب دکش خیلی واقعا اذیت میکنه. اشکال نداره. از ایناست که کلون میزنه یهویی حمله میکنه. اتفاقا اینا رو خیلی راحت تر میشه شکست داد. دکش هم که نو اسکیله، توش مگا داره. ما پکار اینجا میندازیم تا 2 تا برجی که برامون باقی مونده بهش ضربه بزنه. از اینجا حمله میکنیم. زپو میندازیم و میبینید که اکسیر خیلی کم آورده. روح سلطنتی هم که یه برجشو گرفت. پکا هم همینطور. اینو فکر کنم اگه یه ضربه دیگه میزد میتونستیم 3 ستارش کنیم ولی فعلا دفاع میکنیم. خب هیچ اکسیری نمیذاریم هدر بره. یه بندیت از پشت میندازم. هر وقت اکسیر پر شد یه پکا از پشت میندازم.
دکای دستاز همینن، معمولا توشون کلون هست. معمولا من مثلا اینا کلون توش بود. یه فایربال میزنم، یه زپ میزنم و تموم شد. به همین راحتی. دوباره از اینجا حمله میکنم. میدونستم الان میرسه. روی سلطنتی هم میندازم و اون برجش هم گرفتیم. الان تمام هدفشو گذاشت روی سمت چپ من که کار خیلی اشتباهی کرد، چون الان پکا حساب برجشو میرسه. این با یه بندیت هم دفاع میشه و تمام. امیدوارم یکی دستاز نباشه. این از باش میندازم. درسته تو ویدیو اول گفتم که نباید اینو بندازیمش، ولی چون اکسلم پر بودم میخوام ببینم استراتژیش چیه، میندازم ببینم چیکار میکنه. خب زپمون نسبتا زیاد خوب نبود ولی به برجش برخورد کرد. یه روح سلطنتی خیلی بد انداختم. بچه‌ها یک چیز خیلی مهم اینه که هیچ وقت تسلیم نشید. حتی اگه لولتون خیلی پایین باشه، حتی اگه مثلا برجتون چیزی ازش نمونده، تسلیم نشید. از دو طرف حمله میکنم. خب زپ رو میندازم و میبینید که داره میزنه. شاید خودتونم فهمیده باشید که روحو یکم دور انداختم. الان یه اشتباهی که کرد، خب ما اینو از اینجا میبینید که خودش دفاع شد. الان دیگه بهترین موقعیت برای حمله است. فایربال رو نگه می‌داریم برای مینیوناش. خب معلومه که چی داره. بچه‌ها یه چیز جالب هستش اینه که میشه اینو با یه فایربال هم دفاع کرد. به سمت عقب پرت میشه و دیگه نمیتونه ضربه‌ای بزنه. ببینید اکسیر کم آورد. درسته الان برجام چیش کمه، جونش کمه، ولی هنوز نتونسته برجی از من میگه. یه پکا از وسط میندازم، یه دونه جا دیگر بقیه هم روی میندازم. بند تمنداخت کاری نکنم. خب بریم برای آخرین مچ و فکر کنم با آخرین مچ بریم کاپ بعدی. رفتیم. خب یه ویدیو دیگه میگیریم و کاپ از منطقه جدیدی که رفتیم و تمومش کنیم. یه روی سلطنتی کافی. فعلا کاری نمی کنیم. همین کافی. ببینید اکسیر الکی هدر داد. اولش فقط دفاع کنید. اصلا به فکر حمله دلتون رو خوش نکنید. فقط دفاع. اینو با یه فایربال میشه دفاع کرد. اینو میشه با یه زب دفاع کرد. اینو نمیخواد دفاع کنید. 30 ثانیه دیگه بعد دوام میاریم. بعدش دیگه نوبت ما میشه. انگار این موجود هوایی خاصی نداره که بخواد اذیت بکنه.
الان از دو طرف هم نمی کنیم، چون دقیقا 7 ثانیه دیگه بازی به 2 برابر اکسیر میرسه. میبینید که اکسیر خیلی کم آورده، مجبور شد که ارتش اسکلتی بفرسته. پکا رو پشت میندازم، پکاشو خیلی راحت میشه دفاع کرد. خیلی بد انداختم بندیپمو، ولی اصلا مهم نیست. خب حریف بایی که دکش زیاد قوی نبود، ولی خب مهم نیست. خیلی خب بچه ها، این هم از دک پیکا پیچسپم. تو ویدیوهای بعدی توضیحات خیلی بیشتری داده میشه و این هم بدونید که الان فعلا کاپ زیاد بالایی نیستش. برای همین زمانم چون محدوده ویدیو رو میذاریم برای ویدیوهای بعدی. ویدیوهای بعدی توضیحات بیشتری میدم و از لول کاپ های بالاتر ویدیو میگیرم. امیدوارم که ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. خدافظ تا ویدیوی دیگه.